زینب عزیزم، زینب خوبی عزیزم؟ بریم بیرون. آبجی بریم بریم بیرون دیگه. تا نگی چی شده هیچ جا نمیریم آبجی. زینب حرف بزن، چی شده؟ به فاتح گفتم تو بابای سلیم نیستی، بابای سلیم ارتانه، تو فقط تو این دروغ با همون شریکی. همین. چی؟ تو چی داری میگی؟ زینب تو چطوری همچین حرفی بهش زدی؟ هیچ فکر نکردی این چقدر میتونه فاتح رو ناراحت کنه؟ تو کسی که سلیم و تو رو اونجوری ول کرده پدر بچت میدونی؟ مخصوصا بعد اون همه کاری که داداش برای شما کرده؟ هیچ فکر نکردی این حرف چقدر میتونه ناراحتش کنه؟ فاتح حقش این نبود زینب، اشتباه کردی. بابا برای شماها فقط فاتح اهمیت داره؟ ها؟ کسی هست به احساس و ناراحتی منم اهمیت بده یا نه؟ آبجی هیچ میدونین من چی میکشم؟ ها؟ زینب ما چون تو برامون مهمی اینجاییم عزیزم. اگه اینطوره منو سینجین نکنید، فهمیدی؟ خیلی ببخشید خانم ولی اینجوری هم نیست. ما سینجینت میکنیم، تو هم باید جوابمونو بدی، فهمیدی؟ من برای با هم نگه داشتنتون چیا که نکشیدم. ها؟ اون فاتح بیچاره از همون اول از عمو فهمی یه جور از شوکت بابا یه جور چیا که نکشید. زینب چه فوری اینا رو یادت رفت؟ زینب ما هرچی تحمل میکنیم به خاطر توی، به خاطر فاتحه. فادیک تو دوست کدوممونی ها؟ مگه تو دوست من نبودی؟ تو طرفدار کدوممون هستی؟ بگو ببینم. خیلی ببخشید اما من طرفدار حقم زینب خانم. باشه برو پیش کسی که حق به جانبه. برو. ببین زینب جون. زینب چی؟ گم شو از این خونه بیرون. ببین میرم هری بادیک سب کن. آبجی تو چی کار میکنی؟ تو هم اورهان برو. آبجی چی میگی؟ آبجی و زهرمار میگم برو. نمیخوام صداتو بشنوم، نمیخوام ببینمت. پاشو خیلی بی‌انصافی. از اتاق برو بیرون. واقعا که آبجی اورهان دخالت نکن. اوی چه خانواده قشنگی. از مزاحمام راحت شدیم. آخه برگشتیم به خودمون. چشم نخوریم، خیلی خوشبختیم. چرا اینطوری نگاه میکنی؟ مامان تو دیگه کی هستی؟ چطور میتونی اینقدر خونسرد رفتار کنی؟ مگه چی شده؟ چی شده؟ داداش از خونه رفت مامان. حرفایی که بهت زد یه ذره‌ام رو تاثیر نذاشت. بابا عصبانی بود همینطوری یه چیزی گفت دیگه. عیبی نداره جونم. به خاطر این برم با پسرم قهر کنم؟ پسرکم فردا میاد از مامان جونش عذرخواهی میکنه تموم میشه. به همین خیال باش. داداش رفت مامان. نترس، نمیره، هیچ جا نمیره. تو خودتو اذیت نکن، راحت باش، راحت باش. بابا رفته دیگه. آمریکا هم از دست تو فرار کرده بود. زینب دستشو گرفت آورد پیشمون، حالا جفتشون رو از دست دادیم. مامان باورم نمیشه یه آدم چطور با بچه خودش همچین کاری میکنه؟ سیلین آخه آدم با مادرش اینطوری حرف میزنه؟ به چه حقی تو اینطوری سینجینم میکنی؟ میدونم این گستاخی ها رو از کی یاد گرفتی دختر. از کیا؟ از اون زینب بی کلاس دیگه. سوال داره؟ خوب کاری کردم، دستم درد نکنه، اعتبار خانوادگیمون رو نجات دادم. این خانواده گل رو نگاه کن چقدر خوشبختن.
چقدر حیف. برات متاسفم. داداش چقدر حق داشته. انگوش کوچیکه اون شوکت خان که بهش دیوونم میگیم نیستی. ببین از همه جا کیو به رخم میکشی دختر جون؟ شوکت خان 26 ساله تموم به دخترش تو روح گفته. بابا من حداقل با بچه هم صادق بودم. ببین چه رنگامیزی قشنگی داره. باورم نمیشه. اتاق پسرکم رو اینطوری درست میکنم. نه منصرف شدم. از این خوشم نیامد. وای این خیلی قشنگه. این قشنگتره. سبز بچم سبز خیلی دوست داره. Bir izim yok, aynada bir gölgem yok. Gözlerinde yavaş yavaş solan bir düşün, suretim yok. Arkamdan esen rüzgar durmuş, yön gösteren yıldızım kayıp. Sahilinde karaya oturmuş bir gemiyim. Gel gitim yok. Her şey seninle başlar. Her şey seninle biter. Eğer kalbini ona vermezsen, bu adam göçüp gider, göçüp gider. İzim yok, önümde bir yolum yok. Kucağında yarım bırakılmış bir hikayeyim, sonum yok. Her şey seninle başlar. Her şey seninle biter. Eğer kalbini bana vermezsen, bu adam göçüp gider. Her şey seninle başlar. Her şey seninle biter. Aşkını benden esirgersen, bu adam erir biter, erir biter, erir biter, erir biter, erir biter.
زینب باشه، عصبانیتت از ماست قبول، اما فاتح این وسط هیچ تقصیری نداره. بابا الان واقعا نمیخوام هیچی بشنوم. میشنوی؟ نمیذارم به خاطر ما زندگی تو بپاشی. فاتح 100 بار اومد پیش من گفت واقعیتو بهت بگم، اما من اجازه ندادم، از ترس من نتونست بهت بگه. حالا هم نمیذارم از من عصبانیشی فاتح و سرزنش کنی، فهمیدی؟ الان نه به تو نه به فاتح، به هیچ کدومتون اعتماد ندارم. خب میخواد چیکار کنی؟ همجوری تو اتاق خودتو زندونی کنی؟ بله همین کارو میکنم، چون فقط اینجوری یه دروغ دیگه تحویلم نمیدین. زینب ببین، میتونی از ما عصبانی شی، میتونی از ما متنفر بشی، باشه همه چی قبول، اما این اما و ولی نداره بابا. تو چطور با من این کارو کردی؟ من کیم؟ من برای شما چیم؟ من یه عمر با حسرت اون بزرگ شدم بابا. تو میدونی حسرت بوی مادر چه جور چیزیه؟ نمیتونین هر وقت عشقتون کشید بگین مرده، هر وقت عشقتون کشید بگید زنده است. نمیتونین اینجوری گولم بزنین. حالا هم بریم، میخوام یکم تنها باشم. اگرم نمیتونین تنها بذارین بگین برم یه جای دیگه برای خودم پیدا کنم. زینب برین بیرون. دخترم میگم بریم. بس دیگه، اگه گذاشتیم یه روز تا شب بخوابیم. کیه؟ منم. فاتح؟ ببین فاتح، اگه بازم برای ماجراجویی اومدی من دیگه نمیکشم داداش. چی شده رفیق؟ تمام شد. همه چی تمام شد. نگو که زینب فهمیده. تو بهش گفتی؟ مامان. های مقدس. ببخشید رفیق، یه لحظه از ذهنم در رفت. آخه به اون چه؟ چرا اون میگه؟ بالاخره که میفهمید. چی کار کرد؟ آتیشی شد؟ از خونه رفت. پسرمو سلیممو برداشت و از خونه رفت. خب یه ذره حق داره رفیق، اما خودتو اذیت نکن، بی خیال. چاره چیه ها؟ کاریه که شده، بذاری چند روز بگذره شاید برگرده. نمیاد. نمیخوامم بیاد، بر نگرده. چی داری میگی پسر؟ جای منت کشی کردنته؟ فکر میکنی منت کشی نکردم؟ میدونی چی بهم گفت؟ گفت سلیم پسر تو نیست. گفت تو بابای اون نیستی. اگه اصلا دستم رو قطع میکرد مینداخت کمتر درد میداشت. برای همین دیگه تمام شد. میشه یه مدت اینجا بمونم؟ پس چی رفیق؟ هر چقدر که میخوای. یه چیزی بگم مته، به هیچ کس نگم من اینجا باشه؟ باشه، من به هیچ کس چیزی نمیگم. ممنون. الو. بله سلیم.
فادیک چی شد؟ تونستین با زینب حرف بزنین؟ آره عزیزم حرف زدیم. قشنگم حقمونو گذاشت کف دستمون. باید بودی میدیدی. چرا؟ مگه چی شد؟ راستی چی بشه اصلم؟ با لگد از خونه پرتمون کرد بیرون. کاش لگد میزد. آقا اصلا ما هیچی. آی سلین داداشم اومده بود اونجا؟ آخ چرا دیگه حرف میزنی؟ خب درست تعریف کن. سلین الان اینقدر عصبیم که نگو. به خود از حرص دست و پام داره میلرزه. اصلا نمیدونم چی بگم. ببین فاتح اومد خونهشون، به این دیوونه التماس کرد، خواهش کرد، تمنا کرد که یه دقیقه با هم حرف بزنن. اما خب این خانم ناراحته دیگه، باید دق و دلیشو سر این اون خالی کنه. رفته به فاتح گفته تو پدر سلیم نیستی، پدرش ارتانه. چی؟ نه حتما اشتباهی متوجه شدین. زینب همچین چیزی نمیگه، ممکن نیست. نه اصلا دقیقاً همینطوری گفته. باورم نمیشه. زینب چطور همچین حرفی زده؟ منم دقیقاً همینو بهش گفتم سلین. پشت سرشم لگد و زد پرتم کرد بیرون. پشیمون شدم که رفتم. باورم نمیشه. داداشم حتما داغون شده. آره پسر بیچاره. نمیدونی چجوری از اون خونه رفت بیرون سلین. راستی یه چیزی تو باهاش حرف نزدی؟ کجا رفت؟ چی کار میکنه؟ خوبه؟ نه از صبح بهش زنگ میزنم بر نمیداره. اوف زینب انگار دل تو فاتح شکونده که اینجوری کردی. آی سلین یه چیزی بگم، واقعا دارم از تو میلرزم. بذار یه آبی بخورم، یه آبی به سر و صورتم بزنم، 2 دقیقه دیگه بهت زنگ میزنم. خب باشه عزیزم، فعلا خدافظ. حرف میزنیم. دستت درد نکنی زینب خانوم. چطور همچین کاری کردی مقدس؟ تو دیگه چطور آدمی هستی؟ زن، یه بارم شده خودخواهی نمی کردی، به حال دیگرونم اهمیت میدادی، دنیا به آخر میرسید. مقدس چطور این کارو کردی؟ اون بچه توه. حالا راضی شدی؟ نمیدونین چقدر خوشحالم مادر جون. شما فعلا واقعیت رو نمیبینین، اما شما آخرش ازم تشکر میکنین. فهمی؟ این زن تا از اینجا ببر، نمیخوام ببینمش وگرنه دیوونه میشم. بیا دخترم، چی شد؟ از بچه ها خبری هست؟ حرف زدی؟ سلین، فاتح چی کار کرد؟ رفت پیش زینب؟ رفته. خب چی شده؟ اونجا؟ قیافت که میگه فاتح نتونسته موفق بشه. دوبله شده در استودیو جیم. این سری اصلا به نظر نمیاد به این راحتی آشتی کنن بابا. این چه حرفیه عزیزم؟ البته که آشتی میکنن، اونا یه بچه دارن. در ضمن همدیگه رو خیلی دوست دارن. نه جونم، آشتی میکنن، نترس، حل میشه. زینب داداشو بیرون کرده، خیلی هم تند و جدی. چی؟ چرا تعجب کردین؟ بیرون میکنه دیگه، چی بهتون گفتم؟ حالا خودتونم دیدین. راز فاتح رو بهونه کرد، بچه‌مو انداخت یه گوشه، همینو بس. چرا نگو مقدس؟ چرا باید همچین کاری بکنه؟ زینب همچین دختری نیست. درستم همچین دختریه، چون فهمید مادرش مریم خانم زنیه که ثروت قارونو داره، با لگد پسرمو انداخت بیرون. به همین راحتی. من از همون اول بهتون گفتم که این دختر دنبال ثروت فاتحه. حالا ملاحظه فرمودین چقدر حق با من بود؟ این تئوریای کثیف تو برای خودت نگهدار مقدس. تو این مورد موفق نمیشی. مادر جون، چون قبل از شما ذات اون دختر رو شناختم، چشم دیدن منو ندارین، درسته؟ صدا تو ببر مقدس. بسه. فهمی واقعیت ها فهمی واقعیت ها همیشه تلخن، درسته؟ خدا رفت. باید باهات حرف بزنم زینب. سلیم، هیچ تو حس و حال حرف زدن نیستم، میشه بذاریم برای بعد؟ نه خیر، الان حرف میزنیم. داداشم میخواد واقعیت رو به همه بگه. واقعیت رو؟
از من دست کشیده؟ داداش از سن تو با کاغذ هواپیما درست کردن نگذشته؟ این فرم تصمیم گرفتنشه. هواپیما درست میکنه، اگه با نوک بخوره زمین تصمیم منفی میگیره، اما اگه رو هوا بمونه تصمیم مثبت. حالا چه تصمیمی داره میگیره؟ رفیق به چی فکر میکنی؟ تو از کجا پیدات شد؟ من الان اومدم داداش. من الان اومدم، نگرانت شدم. اومدم دیگه. میخوای برم؟ خب چرا به من نگاه میکنی؟ اومدی دیگه، بهش بگو. آره خودم اومدم اینجا. تو هم که اونجوری ناراحت از خونمون اومدی بیرون، راستش نگرانت شدم. چیکار کنم؟ برم؟ ای نپرس، برم. میگم از کجا فهمیدی من اینجام؟ من به سلین زنگ زدم، گفت خونه نیستی. خب یه دوستم که بیشتر نداری، حد زدن جات زیادم سخت نیست. اورهان ببین، نه سلین نه هیچ کس دیگه ای، هیچ کس نباید بفهمه من اینجام باشه. باشه داداشم، معلومه که نمیگم بابا، من طرفدار تو هم. داداش اخماتو وا کن دیگه. ببین آبجیو که میشناسی، تا حالا 100 بار از پشیمونی زده تو سر خودش. همین زودی آشتی میکنین. آره بابا، تازه رابطه من سلین رو نگاه کن. نه چیزه، رابطه نیست، هیچ رابطه چیزی با هم نداریم بابا. یه وقت سوء تفاهم نشه، البته یه رابطه هست، همدیگه رو دوست داریم، اما اون رابطه‌ای که شما فکر میکنین به اون شکل نیستش. اورهان جون، این چرندیات چیه میگی؟ من راستش از ناراحتی نمیفهمم چی دارم میگم. بی خودی خودتون رو خسته نکنین. من تصمیممو گرفتم، از زینب جدا میشه. چی داری میگی تو؟ کی جدا میشه؟ داداش من تو عمرم همچین تصمیم چرتی نشنیدم. اتفاقا خیلی هم منطقیه. وقتی نتونستم اعتماد زینب رو جلب کنم، وقتی نتونستم برای پسرم پدری کنم، برای چی بمونه؟ داداش این چه حرفیه که داری میزنی؟ تو بابای اونی. نیستم، یعنی هیچ وقت نبودم. بابا شما چقدر یه دنده این آخه. یکی خودشو زندونی میکنه تو اتاقش، یکی زانوی غم بغل میگیره، زل میزنه به دیوار. شما بشین با هم حرف بزنین، درستش کنین. اما نه، 2 تا آدم یه دنده لجباز فقط میزنین تو سر و کله هم. بابا این غرور رو بذارین کنار، بسه. بله بگو داداش، ما نوه اون مردایی هستیم که گفتن عشق غرور نمیشناسه. اونا کدوم مردان؟ چی میگن؟ یادم بیاد بعدم برای تعریف میکنم کدوم مردا. بهت میگم که یادت باشه، یادت بمونه حرفت. سلین تو منو میشناسی، چند ماهه که با همین. من فقط از این که به هم دروغ بگن هیچ خوشم نمیاد. فاتح هم از همون اولش اینو میدونسته و به من هیچ. از همون اولش که میگی یعنی چی زینب؟ همش چند وقت از آمریکا برگشتیم؟ ببین سلین، تو وقتی بهش گفتی بابای سلیم نیستی، هیچ فکر نکردی چطور دلش میشکنه، چطور ناراحت میشه؟ من با یه لحظه عصبانیت. انتقامتو گرفتی؟ چون فقط بهت دروغ گفته خواستی دلشو بشکنی؟ نه سلین، نه اصلا همچین چیزی نبود. ببین زینب، من از همون اول به عنوان زن داداشم قبولت کردم، سلیمم برادر زادم، همه اینطور قبول کردن. حتی یه بارم حرف نزدیم. ما به خاطر تو روی مادرم وایسادیم، اما میبینم که تو اصلا ما رو قبول نکردی. حق با داداشه. حالا میخواد واقعیت رو به خانوادمون بگه و ازت جدا شه. کاش تو هم برای این رابطه یه قدم برمی داشتی. ما خیلی دوست داشتیم زینب.
بدون فاتح چجوری زندگی کنم؟ خب تعریف کن دیگه، چی شد؟ چجوری رازش کردی حرف بزنی؟ اون همونو بیرون کرد. با دست گذاشتن رو نقطه ضعفش. وای، اون نقطه ضعف چیه؟ بهش گفتم داداشم تصمیم گرفته واقعیت رو به همه بگه. چی داری میگی تو؟ زهره ترک شد. گفت فاتح از من دست کشیده. ای شیطون، تو معرکه یا فرین، باریکلا. خب بعدش گفتم داداش میخواد ازت جدا شه. چی؟ سلین، فاتح همچین حرفی زده؟ نه فادیک، چرا نگو آخه مگه میشه؟ فکر نمی کنم. نمیدونم، اصلا ازش خبری نیست. هیچ از این سکوت خوشم نمیاد، نشونه یه بدیه. آره بده. خب حالا چی کار کنیم؟ کاری نمیشه کرد. ببینیم چی میشه. چاره ای نیست. باشه ببینیم. یه چیزی میخوای امشب پیش من بمونی؟ با هم صبر کنیم. نه من برم خونه. یه وقت از داداش خبری بشه من خونه باشم. باشه آره اینم حرفیه. باز با هم حرف میزنیم. آره هماهنگ. من تو دم در باهات میام. آخه اصل باهوش کی بودی تو؟ عمه. اوه زینب. عمه تو مراقب سالی میشی؟ انگار بیدار شده. من یه کاری دارم. اوه بله که مراقبشم عزیزم. معذرت میخوام فادیک، معذرت میخوام، خیلی ببخشید، معذرت میخوام عزیزم. فادیک چه خبره؟ های چی شده؟ خیلی معذرت میخوام، باور کن خیلی 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 معذرت میخوام. تو رو خدا منو ببخش فادیک، منو ببخش. ببین بازم معذرت میخوام، بازم بخوای بازم معذرت میخوام فادیک. زینب عزیزم دیوونه، من که باهات قهر نیست. جون من، اما من دیروز دلتو شکوندم. چی شکوندی بابا؟ نشکوندی، اصلا فراموش کردم. قربونت برم، تو خوبی؟ آره خوبم عزیز دلم. ولی زهره ترکم کردی. اون چه مدل پریدنه؟ به خدا جامو خیس کردم. اون دوره تموم نشده؟ ببین الان قهر میکنم بابا اون موقع خوابالو میشدم، گاهی اونجوری میشد دیگه. مگه چی؟ باشه بیا یکم بخوابیم. بیا با هم دیگه بخوابیم. یه ذره شده بود. تو با من قهر کنی من میمیرم. تو عشق منی آخه. تو هم همینطور عزیزم. منو ببین حالت خوبه؟ آره خوبم. آی چه جیگری شما، منم احساساتی شدم. درست مثل بچگیاتون دخترا، مثل بچگیاتون منم بینتون بخوابم. خاله آیفر چی داری میگی؟ اون مال قدیما بود آخه. آره مامان دیگه بزرگ شدیم. خرس گنده شدیم. شما بزرگ شدیم، من همون قدیم موندم. کیف داره. چی شد دختر؟ من برم بازار خرید کنم بیام. اون جورابا رو انداختی زمین، ببینم بر نداشتی پوستتو میکنم.
اون زانوی تو بود؟ خدا رو شکر سلیم به دنیا اومده. آی اما ای پای خدا. چپم آی. اما یه چیزی بگم زینب، مثل ماساژیم هم از کار افتاد. ای کجا وایسا. آی تخته چقدر کوچولوه. گذاشتین بخوابیم. پاشو بپوش پاشو. دم در منتظرتم بپوشین. سلین حق با تو بود. خیلی معذرت میخوام. میشه با هم حرف بزنیم؟ داداش! مادر بزرگ! آی چی شده دخترم؟ آروم چی شده؟ خبری دست اول دارم. امروز صبح غیر از من که سایه دیگم هستن که با ذوق بیدار شدن. سلین زود باش بگو چی شده؟ آشتی کردن؟ هنوز نه اما آشتی میکنه. چی؟ خدا کنه. دیروز که رفتم پیش زینب باهاش حرف بزنم از اون تندی در اومده و نرم شده. قبول کرد که خطا کار بوده. الانم میرم اونجا. شاید ستایی با هم برگشتیم. نه خیر. به مادرت کاری نداشته باش. برو گوششونو بپیچون برشون دار برای شام بیار اینجا. آفرین به دختر گلم، آفرین بهت افتخار میکنم. نه به یه باهوش و زرنگم، نه به نازنینم. چه خبر شده ها؟ چه خبر شده؟ هیچ جا نمیری. بشین سر جات بچه. اون دختری خونه نمیاد. این تصور توه مقدس. اینجا همونقدر که خونه توه خونه اونم هست. شماها دیوونه شدین؟ چرا واقعیت رو نمیبینین؟ مگه نمیبینین چطوری از پسرم سوء استفاده میکنه؟ بچه‌مو به بازی گرفته. بس دیگه چشاتون رو وا کنین دیگه. بوده دخترم زودتر برو خبرشم به همون بده. تو کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. بوده برو. باشه پس من رفتم. بوده موفق باشی. بازم میاد زحمتم هدر میره خدا. فاتح کجا میری؟ کجا داری میری؟ وایسا. چی کار میکنی مته؟ فاتح ببین امروز نمیشه. امروز نمیتونم ببینم تو و زینب از هم جدا میشیم. رفیق چی کار میکنی؟ برو اون. فاتح ببین مرگ من رفیق یه فرصت دیگه بهش بده. شاید متوجه اشتباهش بشه و عذرخواهی کنه. یه شانس دیگه بهش بده. پسر چی داری میگی؟ پیش زینب نمیرم که. دروغگو. دارم میرم شرکت. چرا دروغ میگی؟ تابلوی داری دروغ میگی. کسی که روزای دیگه شرکت نمیرفته امروز هوس کار کردن زده به سرش. حتما داری جدا میشی. من بابا میدونم. اعصابمو خورد نکن. بس دیگه خودمو زندونی کنم تو خونه. میگم میرم شرکت. بابا تو شرکت چیکار داری؟ نمیدونم. سرمو گرم میکنم به حساب کتاب. نه صبر کن. شرکت رو بی خیال ولش کن. باشه ببین من و تو الان قشنگ میریم باشگاه حسابی خودمون رو خالی میکنیم. امروز از زینب جدا نشو. مته الان میرم لباسمو عوض میکنم میام با هم میریم باشگاه. باشه گیر نده. رفیق ببین مرگ من. ببین از تو تا حالا هیچی نخواسته بودم. از بچگی هیچی ازت نخواستم. بعد عمری یه چیزی ازت میخوام اونم اینه که از زینب جدا نشی. خواهش میکنم. مته بس دیگه. فاتح چقدر تو لجبازی. فقط حرف خودته. سلین خوب شد اومدی. خیلی ممنونم. حق با تو بود. بله که با من بود. من اونا رو به خاطر تو و داداشم گفتم. تو زن داداش منی. ببینیم هنوزم زن داداشتم یا نه. بله که هستی. تو داداشم رو ول کن. اون الان اینطوری اخم و تخم میکنه اما کم کم نرم میشه. چجوری نرم میشه آخه؟ میشه به هم بگین چطوری میتونم دل فاتحه به دست بیارم؟ فکر کنی. نه بابا دیگه تمومه. ممکن نیست. خیلی دلشو شکوندم. زینب عزیزم الان هیچ وقت ناامید شدن نیست. مگه فاتح رو نشناختی ها؟ مگه این فاتح به خاطر تو روی همه وای نستاده بود؟ البته که تو رو میبخشه. یه راهی پیدا میکنیم اما اینجوری نمیشه. باید خودتو درست کنی. اول از همه باید باور کنی. خب نباید تسلیم بشی. باشه تسلیم نمیشم. میجنگم. از دلش در میاری. بله از دلش در میارم. تا موفق نشدی هم ول نمی‌کنی. تا موفق نشدم هم ول نمی‌کنم. زینب
فاتح باید حرف بزنیم. دوبله شده در استودیو جیم. حرفی با هم نداریم. فاتح جون خواهش میکنم فقط 1 دقیقه حرف بزنیم، فقط 1 دقیقه. دیروز اون 1 دقیقه رو حرف زدیم تمام شد. من پشیمونم، خیلی پشیمونم فاتح. مثل 2 آدم بالغ بشینیم حرف بزنیم، خواهش میکنم. زینب سرم شلوغه، کار دارم. چی؟ داری پاسور بازی میکنی؟ کدوم کار؟ رو استراتژی کار میکنم. جلسه هست دارم حاضر میشم. دست از سرم بردار. شما واسه چی چسبیدین به من؟ به کارتون برسین. نه بابا، ما داریم اینجا با تو همدردی میکنیم. بله داداش، ببین من کاملا درکت میکنم، باور کن درکت میکنم. بالاخره منم سالها با آبجی زندگی کردم. من خوب میدونم اون چجوری اعصاب آدمو خورد میکنه. اون زبون نیشدارشو نشونت میده، پدرتو در میاره. من میدونم باید زندگی کردم. بابا تو یه چیزی رو ندون، یه بارم یه چیزی رو نفهم برادر. آخه دیره دیگه، خونه زندگی نداری. پاشو برو خونتون، پاشو. نه منظورم این نبود. آخرش برمیگرده میاد، میفهمه اشتباه کرده، محبت میکنه، پشیمون میشه. بله خیلی پشیمون شده، از صبح به پام افتاده، اما چه فایده؟ جدی؟ بیا نگفتم پشیمون میشه داداش. خوب دیگه، چی از این بهتر. فهمیده اشتباه کرده. این راحتی هم نیست آقا جون.